داستان عاطفه مهربان. رفیق یه داستان تعریف میکنم به نام عاطفه مهربان. مواظب باش، این زنها که خیلی مهربونن ها یه چیزشون میشه. رحمانی، آقای رحمانی خوشحال گفت عجب کیکایی میتونم بخورم؟ همه‌شو بخورین لطفا، همه‌شو بخورین لطفا. این بدبخت که 3 روز هیچی نخورده بود کیک ها رو خورد افتاد. این زن عاطفه مهربان همه خونش رو خورد. بعد صدا زد به عمویش که نشکش بود، عموی عاطفه. خانم من دیگه نمیتونم نشا رو بکشم، من خسته شدم، من پیر شدم. اما جان تو فقط این یه بار این دیگه آخریشه. خانم منو سخونم در رفته، من نمیتونم، باشه این یه بار نشو ور میدونم تو فرقون آقای رحمانی رو میندازش جایی.